شما نگاه کنید ببینید اون کسانی که میخواهند وحدت ملت ایران رو به هم بزنن اینا کیان؟ بدانید که اینا عوامل دشمنن، یا خودشون از متن دشمن دارن حرف میزنن یا سرانگشت دشمنن، برو برگرد نداره. گاهی بعضیا مزدور دشمنن و خودشون نمیدانند. خیلی از این مردم بیچاره بیخبر سلفی و وهابی، خیلی از اینها نمیدانند که مزدور دشمنند. اون مرد شیعی هم که میرود به مقدسات اهل سنت اهانت میکند و دشنام میدهد، او هم مزدور دشمن است، بل او نداند که چه میکنه. بعضی از این سرانگشتان غافلن، نمیدانن، نمیفهمن، هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه نمیفهمن چه کار میکنن، نمیدانن برای دشمن دارن کار میکنن. با نگاه اسلامی نگاه میکنیم. نگاه اسلامی برادری، اتحاد، همدلی و صمیمیت است. هر کسی که با این نگاه مخالفت کند و شیوه دیگری را انتخاب بکند بر خلاف سیاست نظام اسلامی رفتار کرده است. اگر شما دیدید کسانی وحدت ملی ما رو به بهانه مذهب، این سنی این شیعه است، بخوان به هم بزنن، اون کسی که ندای تفرقه بین شیعه و سنی رو سر میدهد، چه شیعه باشه چه سنی، مزدور دشمنه، چه بدانه چه ندانه. چرا با این فکر غلط و شوم بین برادران مسلمان اختلاف ایجاد بشه؟ افرادی رو هم میشناسیم از بین شیعیان که فقط مسئلهشون مسئله نادانی نیست، مأموریت دارن برای اینکه بیان به مقدسات اهل سنت اهانت کنن، برای اینکه ایجاد اختلاف کنن. من عرض میکنم رفتار هر دو گروه حرام شرعی است و خلاف قانونی است.